Selamun Aleyküm. Ulu Tanrı'nın adıyla İnsaf Ali'ye hidayet هستم و برنامه 124 مهندسی و جهل رو آغاز میکنم. در 3-4 روز گذشته نتونستم کتاب بخونم، دور از دسترسم بود. به هر حال توفیق دوباره نصیب شد تا یک کتاب ترکی قدیمی رو تورق بزنیم و ببینیم که در چه زمینه‌ای هست. خب ما در صفحه قبل تا این قسمت رو که سوزدوک بهجت اللغت فتحعلی قاجار رو خوندیم یه مقداری و اینجا نحو ترکی رو ببینیم که چی هست. دیل بیلگیسی اگه بشه بتونیم این رو بخونیم خیلی عالی خواهد بود. این کتاب رو یه مقدار بزرگش بکنم در صفحه جا بگیره. این باز هم از احتمالاً کتابخانه مجلس ملی هستش. میبینید که یک جلد تقریباً چرمی کیف مانندی داره که طرف پشت جلد میاد و تا وسط روی جلد میاد. حالا اینجا هم که میبینید دوستانی که از طریق یوتیوب دارن زنده تماشا میکنن، این کاغذی که اینجا پاره شده قبلا مال مجلس شورای ملی بوده، این رو کندن و دوباره این پایین یه چیزی رو نصب کردن. حالا این در قاب رو باز کردن، در جلد رو باز کردن و دوباره عکس گرفتن و صفحه بعدی. حالا اینجا اومدیم با یه اعدادی مواجه هستیم که مربوط به نوع شماره گذاری در کتابخانه هست. دکتر مبین منتاخ یه چنین اسمی هستش، فارسی به ترکی اینجا دیده میشه. نحو و دستور زبان ترکی وهبی سلیمان ابراهیم. این احتمالاً نحو ترکی دستور زبان فارسی به ترکی و وهبی سلیمان ابراهیم. در این دو صفحه این رو میبینیم که نوشته گذاشته ارتفاع کتاب یعنی طول کتاب 22 سانتی متر هستش. عرض کتاب رو دو صفحه رو گذاشته 29 سانتی متر، یعنی حدوداً 14.5 سانتی متر هستش. و از اینجا متن کتاب شروع میشه. ظاهراً مثل عثمانی هستش. حالا باید ببینیم متن رو. الان داریم نگاه میکنیم، کادرسازی شده دور اول، بعد در بالای صفحه اول یک حالت نقاشی وجود داره که حالا رو به آسمان هم از اون گنبد رو به آسمان هم یه چیزهایی بیرون اومده و در زیر اطراف بسم الله الرحمن الرحیم هم یه برگ هایی رو نقاشی کردن. قاب رو هم با رنگ سرخ در بیرون و رنگ های دیگر به خصوص طلایی در داخل. ظاهرا در دیگر صفحات هم همینطور و بعضی از فصل ها رو یا بعضی از کلمات مهمی که متن رو جدا میکنه از پاراگراف قبلی و بعدی با رنگ قرمز نوشتن. این کتاب 41 صفحه پی دی اف هستش، یعنی 82 صفحه کتابی هستش، چرا که در هر صفحه پی دی اف ما 2 صفحه کتاب رو میبینیم. در اینجا با یه جدول خاصی روبرو هستیم. در این صفحاتی که میبینید با جداول خاص، احتمالاً با مثالهایی روبرو هستیم که حالا اگر رسیدیم اینها رو بخونیم خیلی خوب خواهد بود. کتاب به همین شکل وجود داره. 3 طرف هر صفحه برای نقد نویسی یا تحشی حاشیه نویسی
خالی گذاشته شده، ولی به غیر از اینکه خود کتاب یا نویسنده یه کلماتی رو در زیر برای اشاره به صفحه بعد نوشته، اونم در بعضی از کلمات، بعضی از صفحات دیگه چیز دیگری رو من ندیدم. کتاب در اینجا تمام میشه و میرسیم به جلد و جلدها رو هم نشون میده و برمیگردیم اول صفحه ببینیم که این کتاب چی نوشته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی خلق الانسان فی احسن الصفات و زین السنتهم بفصح اللغات. ببینید چقدر زیبا کتاب رو، یعنی در اون زمانی که این کتاب رو می نوشتن، این که در داخل یک واحد سیاسی بزرگتر واحدهای ملی کوچکتری با زبانهای مستقل وجود داره رو هم اسلام به رسمیت شناخته و هم نویسندگان اون مقطع تاریخی هم به رسمیت میشناختن. نگاه کنید، الحمدلله الذی خلق الانسان فی احسن الصفات و زین السنتهم بافصح لغات. یعنی نمیگه هیچ زبانی بر اون زبان دیگر چیزه، میگه هر زبانی افصح لغات هستش، افصح زبان هاست. لغت در زبان عربی به معنی زبان هست. و زین السنتهم بافصح لغات التي یجد الجنان فهل حیات احتمالاً التي یجد الجنان، حتی این جنت ها و چیز هم در این لغات و زبان ها پنهانه. التي یجد الجنان، بهشت ها یا چیز، حالا به فارسی بهشت میگن، جنت ها در این لغت ها فهمیده شه. فهل حیات، و حیات و زندگی به زبان وابسته هست. خیلی مفهوم زیبایی داره. و الصلاة و السلام علی رسوله سید السادات و اصحابه الذین هم صاحب العلوم و الکرامات. اما بعد، زبان فارسی افصح لسان و املح بیان و مرغوب نزد کباران و مطلوب اهل. این چی هست؟ بذارید ببینیم میتونیم اینو. اهل دیون احتمالاً علوم. زبان فارسی افصح لسان و املح بیان و مرغوب نزد کباران و مطلوب اهل دیوان احتمالاً دیون علوم. دیوان همون باید دیوان باشه. صورت تجلی و البقی با استن بودایی خاک دا عرفان و یکن غبار پای زرفان دل ریش و علی محتاجی الی رحمت الرحیم. یعنی الان اینجا رو قاطی کردم که کجا عربیه، کجاش ترکیه و کجا فارسیه. صورت تجلا و حالا اینجا نمیدونم لبلدغی یا استن با استن این میتونیم چه با استن بوداغ خاک نمیشه. این به این معنی صورت تجلی و والبدیعی با استن بوداغ خاک راه عرفان و یکنت عباد پای زرفا دل ریش و علیم محتاجی الی الرحمت الرحیم و حسبیه. حالا خیلی چیزه این کتاب. به هر حال باید بدونیم که کتاب خطی هست، دست نوشته هستش و یه مقدار سختی های خودشو داره. باید چیکار بکنیم؟ باید یه مقدار بیشتر بخونیم تا با نوع گردش قلم نویسنده و معانی که میخواد بگه آشنا بشیم.
حالا اول کلمه افتادیم، اول صفحه افتادیم به باطلاق اینجا که حالا این مثلا چی میتونه این کلمه ها باشه خیلی نتونستیم. و حسین بمان ابراهیم، احتمالا همون شخصی که اولش بود، بذارید اینجا نوشته بود که اسمش چی بود، وهبی سلیمان ابراهیم، احتمالا همین اسم اینجا تکرار داره میشه. وهبی منتها اونجا با ه دو چشم نوشته بود، اینجا به نظرم میاد که با هی حسن نوشته. وهبی سلیمان ابراهیم عفا الله عنه و لوالدیه توفیق باری و عنایت کردگاری ایله به عرض لفانون مطالعه سیله. این لفانون یعنی چی میشه؟ به عرض لفانون مطالعه سیله اوقات گذار و بعضی لفانون مطالعه سیله لغاتون، این باید لغات بخونیم این رو. بعضی لغاتون مطالعه سیله اوقات گذار و بعضی فواید و قواعدن انتخاب و اختیار ادب بر نسق علم تصریف بر رساله تعلیف اولنده، بر نسق علم تصریف بر رساله تعلیف اولنده و bu رساله 3 bab üzerine tertib olunub. Əvvəlki babidə bir müqəddəmə və 6 فصل ذکر olundu. خب حالا من یواش یواش میتونم بعضی از کلمه ها رو اگه برگردم بهتر بخونم، ولی حالا ادامه بدیم. اولچی این حالا اولچی بود دیگه. اولچی فصلده مازینون اشتقاقی و غائبی و مخاطبی و جمعی بیان olundu. İkinci fəslidə muzari'un iştiqaqi və qaibi və muxatabi və cəm'i bəyan olundu. Üçüncü fəslidə əmr hazirun və nəhy hazirun iştiqaqi və cəm'i bəyan olundu. Dördüncü fəslidə əmr qaibun iştiqaqi və cəm'i bəyan olundu. Beşinci fəslidə əf'alun məchhuli bəyan olundu. Altıncı fəslidə əmsilə müxtəlifə və متردده بیان olundu. İkinci باب، باب اول خودش حالا 6 فصل بود، اینها رو موضوعهاش گفت. از اینجا معلوم میشه که کتاب رو اول نوشته، بعد که تموم کرده اومده بسم الله الرحمن الرحیم یه مقدمه برای کتاب نوشته که چی کار کرده. حالا ikinci باب اسماء مشتقه بیاننده olup درونunda 3 فصل بیان olundu. اولki فصلده مصدرون اقسامی و استعمالی بیان olundu. İkinci فصلده اسم فاعلون و صفت مشبهنون اشتقاقları ve استعمالları بیان oldu. Üçüncü فصلده اسم مفعولن حالا اگاقی افتاده دیگه، اشتقاقی و استعمالی بیان olundu. Üçüncü باب حروف، حالا باز هر باب تموم شد، باب سوم. Üçüncü باب حروف عامله و ادوات و کلمات متداوله بیاننده olup هر birinin معناları و استعمالları بیان olundu. حالا این کتاب خیلی کوتاهیه، میشه این کتاب رو همین که آدم شروع کرده بخونه. حالا ممکنه 2 ساعت اینا طول بکشه اگر معنی نکنیم فقط بخونیم. من فکر کنم که در عرض 2-3 ساعت میشه این کتاب رو خوند و حالا ببینیم که میفهمیم یا نه. الباب الاول المقدمه بلینکی oldu kelime 3 اول bilineki evvela kelime 3 kısmen münqəsimdir. İsm, fiil ve harf.
اسم و فعل و حرف. حالا اگه دقت بکنید دوستان، به این دوستانی که الان به خصوص از یوتیوب تماشا میکنید و در اینجا به از کلمه قبلی جداست ولی به کلمه بعدی چسبیده. این جزو اصول نوشتار زبان عربی هستش که امروز هم رعایت میشه و به کلمه بعدی میچسبه. فاصله بین کلمه اول و واو و کلمه بعدی فاصله وجود نداره در عربی، فقط در قسمت اولش، یعنی از کلمه اول جدا میشه به کلمه دوم میچسبه واو. اینجا اون رو میبینیم. اما اسم دقی iki qismidir. Pes müqəddəmədə bilinə ki, əvvəla kəlmə 3 qismidir. 3 qismə müqəssimdir. اسم و فعل و حرف. پس کلمه اینجوریه. یعنی حالا اینجا میگه کلمه، ولی در اصل اون صدایی که از سیستم صوتی ما بیرون میاد در کلیتش به 3 قسمه. یا اسم هست، یا فعل هست، یا حرفه. این قدیم تقسیم قدیمه. حالا اما اسم دقیق 2 قسمdir. biri müştaqqe ve biri gayri müştaq. Eğer ona اسم جامد derler اسم مشتق لغت فرسده اسم فاعل و مشغول کننده gibi. Biri gayri müştak ki ana ismi camid derler. İsmi müştak lügat farside lügat farside ismi faildi faille ve müştak ve مستو کننده gibi. حالا اینو باید اینجوری خوند، فاعل و مستول کننده gibi. و اسم مفعول ده مثلا کرده gibi. آها، اینجا گفته که اسم فاعل مثل چی؟ مشروع کننده gibi. حالا اینجا این چیه؟ فاعلdir، اسم فاعلdir. الا فکر می‌کنم مثاله، این باید باشه مثاله یا مثل، اینجوری باشه. اسم فاعل دür مثالی کننده gibi. فارسیده به معنی کننده. و اسم مفعولdur مثلا کرده gibi. کرده. و صفت مشبهه‌dur دانا gibi. دانا میگه صفت مشبه است. و مصدرdur کردن gibi. Bunlardan muadasi gayri müştakdır. Fiil dahi 4 kısmıdır. Biri fiil mazi کرد ve biri fiil muzari کند ve biri emrdir kon ve biri nehyidir mekon gibi. Ve bunların her biri abris kısmıdır. حالا اینجا اینو نمیتونم بخونم که ikişer قسمdır. فکر میکنم اینجوری باید بخونیم. ماضی مثبت، ماضی منفی. بله، ikişer باید بخونیم اینه. یعنی هر کدوم دو قسمن. هر کدوم ikişer قسمdır. ماضی مثبت، ماضی منفی، مضارع مثبت، مضارع منفی، امر حاضر، امر غایب، امر غایب، نهی غایب. امر حاضر، نهی حاضر، امر غایب، نهی غایب. جملسی 8 oldu. حالا 8 تا شد. میگه ماضی مثبت مثلا کرد، ماضی منفی نکرد gibi. مضارع مثبت کند و مضارع منفی 2 قسمdır. مضارع منفی خودش 2 قسمه. بری نفی حال نمی کند و بری نفی استقبال نکند.
پس یکی حال رو نفی نمیکنه، یکی آینده رو، استقبال رو نفی نکنه. gibi. biri نفی حال نمی کند، ببخشید مثال رو این میزنه. biri نفی حال چیه؟ نمی کند. و biri نفی استقبال نکند در آینده. gibi. امر دخی biri امر حاضر gibi و biri نهی حاضر، ببخشید biri امر حاضر کن و biri نهی حاضر مکن gibi. کذالک امر غایب بکند، این برای غایب بکند و مکند gibi. اینم مثبت و منفیش. حالا اینجا میبینیم که، حالا دوستان دقت بکنید، من دارم به یه فکری میرسم در اثر این کتاب‌هایی در رابطه با خیلی جسته و گریخته از بعضی صفحات این کتاب‌ها میخونم، زبانشناسی‌ها، یه چیزی به ذهنم میاد. اگر زبان عربی زبان جهان اسلام بوده، زبان‌های دیگر زبان‌های زیر مجموعه جهان اسلام، یا بگیم زیر مجموعه دیگه، نگیم کوچکتر، زبان زیر مجموعه بوده. حالا اگر به زبان عربی میخوان ترکی رو یاد بدن یا عربی رو فارسی رو یاد بدن یا هر زبانی رو یاد بدن، یعنی این که میخوان به عرب‌ها این زبان رو یاد بدن. در اینجا این کتاب نشون میده که زبان فارسی بر زبان ترکی بر زبان فارسی ارجحیت داره و حالا برای اینکه ترک ها بتونن با فارسا تماس برقرار بکنن، داره اینجا این رو یاد میده. خب نمیدونم همینجوری بخونیم یا اینکه مثلا بریم صفحه بعد، چون که نمیرسیم همه کتاب رو نمیتونم در عرض مثلا حتی 2 ساعت بخونم، چون این 80 و چند صفحه است. خب بریم صفحه 10 کتاب، نه پی دی اف، البته الان 11 پی دی اف هستیم، بریم مثلا 15 پی دی اف که میشه 30 کتاب، اینجوری بریم دیگه. اوکی. الفصل الخامس فی المجهول الافعالی، جمعی افعال ده مجهول صیغه مستقل اخذی. فی المجهول الافعال جمعی افعال ده مجهول صیغه نمیدونم این چی میشه، مستقل میتونه بشه، صیغه مستقل اخذی طریقی اولدو چی. حالا این چیه؟ طریقی اولدو که گجن بیر فعلیدن مجهول صیغه سیندن، احتمالا این صیغه سیندنه، مجهول صیغه سیندن اخذی. حالا چجوری میشه؟ طریقی اولدو که. خب اینجوری بخونیم فی المجهول الافعال جمعی افعال ده مجهول صیغه سیندن اخذی طریق اولدور که گجن bir fiilden mechul sigasinden akhz etmek murad oluna. Ol fiilin ismi mef'ulin akhz edip mesela murad mazinin mechulidir. Şodan ibadetün dahi mazi sü akhz edip o ismi mef'ule mef'ulün آخرینه زم edip مثلا کرده شد و دانسته شد. dirler yani olundu ve bilindi ve mümküdür ya اینجوری murad muzari'ün meçhuli olsa, murad muzari'in meçhul olsa, yine murad olan
olan fiilün ismi mef'ulün akhz edip ve yine şude ibaretinin. اونجا عبادت خوندم، عبارت اون. بالا اینو عبادت خوندم، این عبارت باید باشه. عبارتنون مجهول شد به عبارتنون مضارعینی آخرینه. مضارعینی آخرینه ضم edip کرده می شود و بسته شود درler. یعنی olunur ve لونر. کذالک جهد مضاف کرده نشد و نفی حال کرده نمی شود. حالا یه مقدار این دیگه ببینید این ادبیات، ببینیم حالا اگه تاریخ پیدا بکنیم خیلی عالی میشه که ببینیم در چه سالی این ادبیات رو نوشته. حالا اینجا اومده در یک جدولی الفصل السادس فی امثله المختلفه والمطرح. کرده فعل ماضی بناء معلوم مفرد مذکر غایب یا غائبه معناسی. اول کردن مصدره، مصدر و معناسی علمک. کند فعل مضارع بناء معلوم مفرد مذکر یا مؤنث. غائب یا غائبه معناسی ایلر مش دینی حالده. حالا اینجا یه کلمه نوشته که باید یه مقدار بخونه آدم بفهمه که این چی میتونه باشه. ایلر متمد اینگی حالیده یا gelecekte zamanda. gelecek zamanda. اینجا هم که دیگه میاد اینها رو میده که من دیگه راستشو بخواید اینها رو حوصله‌ام میره. من با چنین بحثای خیلی رابطه خوبی ندارم. خب بریم صفحه مثلا 20 PDF که میشه مثلا 40 چیز. ببینیم اینجا چی هست. اگر بتونیم یه فصل اول فصلی جای پیدا بکنیم این خیلی خوب میشه. که اینجا هست الباب الثانی فی الحروف العامله و الادوات المتداوله و الکلمات المستعمله معلوم اولک مستعمله معلوم اولک لغت فرسده ضمایر متصل اتداعی متصل 6'dür. 3'i müfred sakin ve 3'i mürekkep sakin. Evvela harfi şi müceme, harfi şi müceme ki zamir gayib müttesildir. Evvela hatta 2 nö'dür. Oldahi 2 nö'dür. Biri isme ve biri fiile lahik olur. İsme lahik oldukda muzaf ileyh manası ifade eder. Mesela کارش تمام کرد. احتمالا کارش را مثلا باید باشه، نداره دیگه. کارش تمام کرد. و سرش زدم یعنی آنده işin tamam eledim. Onun işin tamam eledim. Ve onda başına vurdum. Ve fiil لاحق oldukda مقبولیت manası ifade eder. Mesela دیدش و ببیندش و دیدمش gibi yani onu gördü, onu görür ve onu gördüm. ve gah ادوات دخی لاحق olur. حالا دیگه کتاب ترکی هستش. بریم صفحه 25 PDF که میشه 50
ببینیم اینجا یه چیزی میتونیم پیدا بکنیم اول مطلب باشه، نداره. از همینجا 50 یه مقدار از یه جایی شروع بکنیم. در لفظ مفرد گر صحیح و ساکن است. چی؟ دال خاف آن را و باقی جمله زال معجمه است. ما قبلی صحیح و ساکن اولان کلمرلی دال مهمله و حروف علت اولانلاری زال معجمه تشبیه eylemişler. Ama harfi müteharreki zikretmemişler. Bu takdirce huruf illet vakı olanlar زال معجمه مابقی اگر ساکن اگر متحرک دال مهمله. حالا اینجا روی حرفای صحبت میکنیم، خیلی دیگه تخصصیه دیگه. من شخصا میدونم یه مقدار اینا رو خوندم من زبان عربی، ولی این فارسیه، منم حوصله فارسی رو دیگه ندارم، ببخشید. اینجا رسیدیم صفحه 30. ببینیم که یه 60 کتاب جه شعبه ثانی یای تکثیر دور لسان عربیده تنوین و حذف ile ahd ziddinin ibareti ukhrai çün istifade olunur. احتمالا استفاده باید بخونیم. لسان فارسیده دخی استفاده olunur. Bu قاعدeye binaen mezkur yay vahdetle manası kesret irade olunur. Nitekim bölündü bölende vakıftır. Bu bilende vakıftır beyt. Bu beytide. Nitekim bu beytide vakıftır ya vakıdır beyt. چو شکر به دیدان نوازش کردی بکین شکری کشد هر لشکری. شکر سانیده یای نسبتدür. لشکرا یا شکرا şükr evveldeki yayay vahdettir. Şükrün evveldeki yayı vahdettir. Yayı vahdettir. Kesret için istifade olunmuştur. Yani afrad leşkerden her bir ferd başka bir çok leşker oldu demektir. شعبه سال اینا دیگه خیلی تخصصی، بحث‌های تخصصی ادبیه که نمیدونم الان تو فارسی اینها رو میخونن یا نه. بریم صفحه 35 PDF بشه 70 کتاب، ببینیم که در اینجا چه چیزی رو بیان. اینجا و بری چون دور و او واو مجهول اله مثلا چون نباشد باک اعمال از دربا هست. حالا این چیه نمیدونم. اعمال از ریا هست بی حاصل چون نقش بود یا جبه. چون حرف شرط نباشد بعد الجمله فعل شرط مصرع ثانی بعد الجمله جزای شرط بوندن ما ادا تعلیل و تشبیه چون دخی گلور. مثلا حالا دیگه میبینیم که اینجا هم ترکی هستش. بریم صفحه 40 کتاب که دیگه تموم شده، اصلا 40 نداره دیگه. این کلمات جمله آخر رو بخونیم ببینیم شاید بتونیم یک تاریخی از این کتاب به دست بیاریم. بذارید ببینیم اینجا مثلا گلستان کلن بری و گلزار کلن دمک olur و لفظدان
اسم جامدdir. لفظ dan اسم جامدdir. ظرf mekan manasına məxsusdur. Setan lafzi gibi zarf mekan ve zamanında umumi yoktur ve setan lafzi tahviler istilahi üzrede zarfidir ve mazrufi ihate etmek ve ana نوع اختصاصی olmak lazım değil ve ama dan lafzi اهل لغت indinde مظروفی احاطه و آنها نوع اختصاصی olmak معتبرdir. مثلا حامدان احتمالا خامدان باشه و چامدان و جزو آن و نمکدان gibi و لفظ گاه یا کاف فارسی ile اسم zaman ve mekanide müşterektir. گاهی اسم مکان معناسına ifade olunur. Mesela çراگاه و çillegاه و گریزگاه و کارگاه اسم zamanda استعمال olunur. سحرگاه و صبحگاه چاشتگاه gibi و لفظ است حالا اینجا یک چیزی نوشته که نمیتونم بخونم. بالاخره رسیدیم. خبر در که اواخر کلمات ده معنای خبریت ifade eder ve bazı mahallede hast dahi gelir ve cem'i anda gelir ve o hak oldukları kelimenin ahiri ve lahik oldukları kelimenin ahiri meftuh ya ha alamet olur ise ya ha alamet olur ise hatta ve telaffuzda elifleri sabit olur. Eğer sakin olur ise hatta ve telaffuzda sakit olunur. Garen birmen mekon gahru etab garen bermen mekon برمن مکن گهر و عتاب رد خطایی رفته باشد در کتاب. این خطایی رفته و تصحیح کن از کرم والله اعلم بالصواب. تاریخ ننوشته متاسفانه که ببینیم این کتاب رو در چه تاریخی. این کتاب در هر حال دوستان یک کتاب تخصصی هست در زمینه آموزش فارسی به ترک زبانان، به خصوص در اون مقطعی که حالا این کتاب نوشته شده برای احتمالاً اهل ادارات، چون در گذشته زبان به شکل امروزی که امروزه ما از زبان رسمی صحبت میکنیم در گذشته چنین زبانی وجود نداشته. تمامی زبانها زبانهای ملی بودند. تنها یک زبان یا چند زبان در دربار زبان غالب بود. دیوان یعنی کسانی که در دفترخانه های دولتی در سراسر یک مملکتی که یک نفر در رأس اون حاکمیت وجود داره کار میکردن، در اونها یک زبان چیز نبود. دیوان عبارت همیشه هم دواوین میگن دیوانها، برای اینکه در یه جایی مثلا بگیم صفویه یا عثمانیه یه پایتختی داره، اونجا یک مثلا کاخی هست، آلی گاپو بار یعنی درب اعلا. Bu آلی گاپو bu آلی گاپو این آلی گاپو یه خونه نیست، اینجا یه سیستم اداری بسیار بزرگی هست. مثلا کسایی که به ترکیه رفته باشن کاخ دلمه رو دیده باشن، دلمه باغچه رو دیده باشن، این دلمه باغچه که
حالا سریال سلطان سلیمان هم فکر کنم در اونجا بازی شده بود، 1001 اتاق داره. این 1001 اتاق برای این نبود که شاه در هر کدوم اینها بخوابه، در هر شب در یکی از اینها بخوابه، نه، هر کدوم اینها با توجه به مسئولیتی که برای یک نفر یا چند نفر تعیین شده بود در اونجا کار میکردن. کارهای اطلاعاتی، نظامی، تحقیقاتی، آموزشی، گردآوری مالیات، توزیع مالیات، دادن انعام، تعیین مدیران، بازرسی، جاسوسی، همه اینها در این اتاقها هم آموزش داده میشد و هم اداره میشد. در نتیجه وقتی صحبت از حرم میکنیم یعنی جایی که حرامه برای بیگانگان که وارد اونجا بشن. از زمانی که این حرمیت از بین رفت و تبدیل شد به کاخ که شبیه کاهه، چی شد؟ این کاخ شد مرکز جاسوسی. تا اون زمانی که اینها محرم بود و حرم بود و حرمت داشت اینجا رفت آمد، هر کسی مثلا افرادی که در اینجا کار میکردن بدون اذن و اراده سلطان نمیتونستن با خارج از دربار ارتباط برقرار بکنن. به یک نوعی خیانت میشه حساب میشد. اینها نمیتونن برن پدر مادراشون رو ببینن، فامیلاشون رو ببینن و اینها، چون که اسرار مملکت دست اینا بود. میتونستن، حالا حداقلش اینه که اگر از اینجا خارج میشن میرفتن دیدار فامیل و اینها، موجب راندخاری در درون دولت میشد. مثلا اگر یکی بدونه که مثلا فلان دولت میخواد به فلان مملکت مثلا حمله بکنه، خب میره مثلا مواد غذایی رو از یه جاهایی مفت میخره میاره به ارتش مثلا ارزون میده، گران میده، ببخشید، میره مثلا آهنالات و نمیدونم سلاح ها رو جمع میکنه، مثلا یک نوع قحطی سلاح به وجود میاره. حالا ببینید جاسوس ها چه کار میکنن. در نتیجه در اون دولت ها زبان دیوان زبان خاصی نیست. اگر یک پادشاهی مثلا مثل سلطان سلیمان یا مثل شاه اسماعیل صفوی میخواد برای مثلا خارج از امپراتوری خودش، حتی در درون امپراتوری خودش، به عرب ها، به بلوچ ها، به اگر کردی بوده به کردها، اگر ارمنی بوده به ارمنی ها، اگر ازبکی بوده به ازبک ها، اگر به نمیدونم جاهای دیگری وجود داشته که باید به اینها نامه نوشته میشد، در این دیوان افرادی بودن که زبان اون مقصد رو، اون ملت مقصد رو میدونستن، خیلی هم خوب میدونستن، یا آموزش دیده بودن یا اینکه اصلا اهل اونجا بودن. اینها اینجا اون نامه رو به اون زبان می نوشتن، می فرستادن. و حتی در میان عثمانی و صفویه این زبان نوشتن به زبان دیگری نوشتن به یک تحقیر سیاسی تبدیل شده بود. وقتی عثمانی بعضی وقتا میخواست نامه بنویسه به صفوی ها، نامه رو به فارسی می نوشت که شما فارسی ترک نیستید. ولی وقتی صفوی میخواست به عثمانی بنویشه، ترکی می نوشت که من ترکم. این فرق بین اینو میخوام بگم که یعنی بدونید در گذشته این که بگن یک زبانی رسمی بوده، یک زبان هیچ وقت رسمی نبوده. زبان رسمی از زمانی به وجود اومد که چند تا اتفاق مهم در دنیا رخ داد. اولا چاپ کتاب به وسیله دستگاه‌های مکانیکی. در نتیجه با منظورم یعنی ریختگری حروف به مقدار بسیار زیاد.
این اولین کار بود. دوم اینکه این دستگاه‌های پرسی که باید بود صفحه ها رو حروف چینی میکردن، حالا از این صفحه میتونن 1,000,000 تا چاپ بکنن. در گذشته باید این 1,000,000 صفحه رو باید مینوشتن دونه دونه، درنچه خیلی گران میشد. در حالی که الان مثلا 2 تا کارگر نشسته شب تا صبح مثلا 10,000 20,000 50,000 100,000 روزنامه رو یا کتاب رو میتونستن چاپ بکنن، تعداد صفحاتش رو. در نتیجه کتاب خیلی ارزون میشد. کتابی که مثلا در عرض 3 ماه نوشته میشد، حالا مثلا در عرض 1 ماه میشد از این کتاب به جای یه دونه مثلا 1,000,000 نسخه چاپ کرد در عرض 1 ماه. کتاب هزینه سرشکن میشد. حالا چی میخوام بگم؟ هر ملتی زبان بسته به کوچکی و بزرگی نداشت. زبان ملی عبارت از زبان هر کسی در هر منطقه‌ای با هر وسعت خاک یا هر تعداد نفرات، مهم نیست. ممکنه 100 نفر در یک جایی به یک زبان خاصی صحبت، این زبان ملی اون بود. ولی وقتی که چاپ اومد و در کنار چاپ حمل و نقل مکانیکی یا ماشینی یا بخار، اینجوری بگیم، به وجود اومد. یعنی چیزی که با اسب اگه میرفتید 10 روز 20 روز طول میکشید، چون مثلا اسب در یک روز مثلا میتونه بره 50 کیلومتر 100 کیلومتر، ولی با بخار میشد مثلا در روز 1000 کیلومتر هم رفت. در نتیجه حمل و نقل به سرعت گرفت. یه چیزی که مثلا در تبریز میخواست چاپ بشه، فردا صبح این میتونست در مثلا مشهد باشه مثلا. پس دومین علت، اول چاپ مکانیکی بود، دومین علت پیدایش زبان رسمی حمل و نقل سریع بود. سوم پیدایش حالا راه ها هم مربوط به این دیگه، حمل و نقل دیگه، اون راه ها رو نگیم، با این هستش. سوم یه چیزی که پیدا شد این بود که تمرکز گواه در یک جای مرکز متمرکز شد. تا اون روز، تا دوره‌ای که حمل و نقل چاپ مکانیکی و حمل و نقل جاده‌ای سریع، بسیار سریع، نه سریع، ماشینی وجود یا بخار وجود نداشت، دولت مرکزی هم وجود نداشت. دولت مرکزی وجود داشت، اما به معنی دولت مرکزی بسیار قدرتمندی که همه رو تحت اشراف داشته باشه وجود نداشت. در نتیجه دولت مرکزی وجود داشت که مثلا میخواست برای یکی نامه بنویسه از تبریز به خراسان، 2 ماه طول میکشید این برسه خراسان، تا برگرده 4 ماه طول میکشید. ولی حالا که در یک شب میتونست بره خراسان یا در 1-2 روز بره به خراسان و برگرده، این دیگه باعث شد که دولت مرکزی بتونه تسلط به چیز داشته باشه. و اینجا بود که حالا دولت مرکزی گفتش که خب من یک زبان دارم، اینو همه باید بخونن. اینجا بود که دولت‌های تک زبانه که زبان خودش رو رسمی و اجباری برای همه می‌کرد به وجود اومد. آموزش زبان دولت، یعنی اون دولت مردی که بالا نشسته هر زبانی داشت، میگفت همه باید این رو یاد بگیرن و هر کسی یاد نگیره مثلا به یه نوع مجازات میشه. در نتیجه ما در گذشته به نظر من این که بعضی از بزرگان ترک و غیر ترک هم میگن که با کمال احترام به دکتر ضیا صدرالاشرافی میگن که زبان دیوان زبان فارسی بود، دیوان یک زبان رسمی نداشت. دیوان تا بعد از این 3 مرحله 4 مرحله‌ای که گفتم به یک زبان تقلیل پیدا میکنه. ولی در این حال حتی همین امروز هم
دیوانهای دولتی، یعنی دفتر و دستک دولتی یک زبانه نیست در هیچ کجای دنیا، حتی در ایران. این باید زبان انگلیسی رو بدونه، زبان فرانسه رو بدونه، آلمانی رو بدونه، عربی رو بدونه، نمیدونم روسی رو بدونه. یعنی اون درن و دستگاه باید اینها رو داشته باشه. چرا؟ برای اینکه باید هم با اونها مکاتبه میکنه، هم تلفن میکنن، با هم صحبت میکنن. یه مترجم باید باشه که بهش بشه اعتماد کرد، جاسوس از در نیاد فردا. همین که میدیاهای اونها رو میخرن و اینجا میخونن و آنالیز میکنن که ببینن داره چی میگذره در اونجا، از نظر روانی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، سیاسی، تسلیحاتی، اتحادها، تشکیل بلوک‌ها، از هم پاشیدگی بلوک‌های سیاسی نظامی. اینها رو از طریق بررسی مطبوعات متوجه میشن. ولی حالا چون سیستم خیلی پیچیده و خیلی گسترده شده، قبلا مثلا دولت ممکن بود که مثلا دولت عثمانی در سراسر امپراتوری عثمانی که شامل جهان اسلام میشد گفت حالا با یک چشم‌پوشی‌ها و اغماس‌هایی، شاید مثلا در جهان اسلام 200-300 نفر کادر این دیوانی داشت. مالیاتچی هم همینطور بود. مالیاتچی هم در مرکز، زبان مرکز بود، ولی تنها مرکز نبود. حالا یکی که مثلا فرض بکنید از مثلا عرب می اومد مرکز، بلوچ می اومد مرکز، ترک می اومد مرکز، فارس می اومد مرکز، گرجی می اومد مرکز، ارمنی می اومد مرکز. خب باید در اینجا یک کسی با این صحبت میکرد به زبان ارمنی، گرجی، ترکی، عربی، روسی، چی نمیدونم اینا. امروز این بسیار گسترده شده، به خصوص در ایران که 6 میلیون 7 میلیون الان کارمند دولت وجود داره. در نتیجه دولت هایی که کارهای دیوانی میکنن، یعنی ادارات که کارهای دیوانی میکنن، بسیار گسترده شده. مثلا اداره اطلاعات یه بخش بزرگی از اونهاست، ارتش یه بخش دیگر بسیار گسترده از اونهاست، ادارات سانسور یه بخش دیگری از اونهاست، روزنامه ها و مطبوعات یه بخش دیگری هستن، آموزش و پرورش و دانشگاه ها یه بخش دیگری هستن، مراکز تحقیقاتی یه بخش دیگری هستن، خود درون دولت، وزارت خارجه، وزارت داخله، نمیدونم هر وزارت خانه یه بخش دستک و چیز داره که دفتر و دستک داره که اینها رو در نتیجه دیوان به مفهومی که امروز بعضی از دوستان میگن به نظر من کاملا اشتباه فهمیدن. خب این از این. امروز این کتاب رو معرفی کردیم. متاسفانه نتونستیم یه تاریخی در مورد اینکه این در چه تاریخی این کتاب نوشته شده بود به دست بیاریم و بتونیم نشون بدیم که این کتاب در چه تاریخی نوشته شده. دارم هنوز نگاه میکنم که شاید یه جایی فراموش کرده باشیم، نگاه کرده باشیم. حتی این کتابخانه مجلس شورای ملی هم، البته اینجا بعداً این ملی رو اینجا کنده، اومده اینجا مجلس شورای اسلامی زده. اینجا نگاه کنید، دکتر احتمالاً نمیدونم مفتاح چی هست، دکتر حسین مفتاح، یعنی این کسی بوده که این کتاب رو خونده یا خریده، نمیدونم. اگر این کاغذ به این بزرگی رو اینجا نچسبونده بود، آدم شاید میتونست یه تاریخی اینجا ببینه. خب تا همینجا فکر کنم کافیه. امیدواریم که یه فرصت دیگری دست بده و بتونیم توفیق داشته باشیم یه کتاب دیگر ترکی تاریخی قدیمی دستخط و نوشته شده توسط بزرگانمون در گذشته رو بتونیم با هم ورق بزنیم. روز و شبتون، وقتتون بخیر.